کردیم. x دی x رادیکال 25 منهای به اضافه x2 چی میبینیم؟ a2 به اضافه x2. گفتیم چی کار میکنیم؟ از تغییر متغیر تانژانت استفاده میکنیم. x مساوی 5 تانژانت تتا، از دو طرف دیفرانسیل میگیریم. بله، دی x شد 5 در 1 به اضافه تانژانت 2 تتا دی تتا. خب بریم جایگزینی. x 5 تانژانت تتا توی صورت x به توان 3 شده 125 تانژانت 3 تتا. دی x جایگزین کردم 5 در 1 به اضافه تانژانت 2 تتا دی تتا. این صورت میام پایین. 25 به اضافه x2 x چی بود؟ 5 تانژانت. پس میشه 25 به اضافه 25 تا تانژانت 2. دیگه این تیکشو ننوشتیم. رادیکال 25 به اضافه 25 تانژانت 2 اگر یه 25ش فاکتور بگیری میشه رادیکال 25 در 1 به اضافه تانژانت 2. 1 به اضافه تانژانت 2 1 رو کوسینوس 2، 25 به روی کوسینوس 2 جذرش 5 کوسینوس هم. میبینید؟ حالا ساده سازی انجام میشه. صورت مونده 125 رو آوردیم بیرون، مساوی شده با یه 5 صورت با یه 5 مخرج رفته. 1 به اضافه تانژانت 2 صورت رو نوشتیم 1 به روی کوسینوس 2. توی مخرج هم میدونه 1 کوسینوس هم داریم. حالا همونطور که میدونید 1 به روی کوسینوس 2 صورت میتونه با 1 کوسینوس هم مخرج ساده بشه و انتگرالمون به این شکل در میاد. 125 تا تانژانت 3 به روی کوسینوس. اگه ساده شما متوجه نشدی برگرد دوباره نگاه کن. 1 کوسینوس 2 صورت رو با 1 کوسینوس مخرج ساده کردیم، 5 صورت رو با 5 مخرج ساده کردیم، یه 125 بیرون انتگرال موند، یه تانژانت 3 توی صورت و یه کوسینوس هم توی مخرج موند. حالا ادامه میدیم. تانژانت 3 رو می‌نویسیم، تانژانت یعنی سینوس به روی کوسینوس، میشه سینوس 3 صورت، مخرج 1 کوسینوس 3، 1 کوسینوس هم خودش داره، کوسینوس 4. حالا این کدوم مدله؟ یادتون میاد؟ مدلی که هم سینوس داشتیم هم کوسینوس، جفتشون توان داره. بهتون گفته بودم کدوم رو باز کنید؟ توان فرد رو. باریکلا. توی صورت سینوس 3 رو نوشتیم سینوس 2 در سینوس، تو درس قبلی اینو گفتم. حالا سینوس 2 صورت میشه 1 منهای کوسینوس 2. به جای سینوس 2 صورت نوشتم 1 منهای کوسینوس 2. سینوس تتا دی تتا رو در انتهاش نوشتیم به روی کوسینوس 4. 125 هم که باز خودشون اول هست، نگران اون نباشید. حالا ادامه میدیم. به جای کوسینوس تتا اگه بذاریم یو، یعنی وسط تغییر متغیر مثلثاتی یهو رفتیم تو تغییر متغیر عادی. اسم کوسینوس تتا رو اگر بذارید یو، دی یو مساوی میشه با منفی سینوس تتا دی تتا. پس میام به جای سینوس تتا دی تتا میذارم منفی دی یو. در واقع یه منفی میره بیرون، اینجا میمونه سینوس تتا دی تتامون به دست میاد منفی دی یو. حالا اگه جایگزین کنم چی خواهم داشت؟ منفی 125 تا انتگرال صورت، ما کوسینوس رو گرفتیم یو، پس میشه 1 منهای یو 2. مخرج میمونه یو 4 دی یو. خب الان دیگه همه چی آماده است، فقط کافیه یو 4 مخرج رو بنویسیم یو به توان منفی 4. یو به توان منفی 4 رو اگر در صورت ضرب بکنید کسر از بین میره، میمونه منفی 125 انتگرال یو به توان منفی 4 منهای یو به توان منفی 2. میشه منفی 125 به توان یه دونه اضافه میکنیم به روی همون توان. ادامه میدیم. سوال خیلی نفسگیر شده، تموم نمیشه حل این سواله. خب بعد حالا چی میشه؟ عبارت بر حسب یو به دست اومد. به جای یو ها گذاشتیم کوسینوس تتا، یعنی شده منفی 125 در 1 به روی به جای یو ها گذاشتم کوسینوس تتا. حالا کوسینوس تتا باید از بین بره. به چی تبدیل بشه؟ به x. خب این مرحله رو دیگه خیلی تمرین کردیم. تانژانت تتا x پنجم بود، یعنی مقابل به مجاور x پنجم است، یعنی مقابل x است مجاور 5 است. به کمک یه فیثاغورس کوسینوسش رو هم به دست میاریم و جایگزین میکنیم. خیلی سوال جذاب و عمیقی بود. اینو حتما باید چند دفعه حل کنید اگر میخواید به درجه تسلط توش برسید. میدونم سوال سنگینی بود. خب مثال بعدی یه دونه مثال
چند مرحله دیگه میخوایم اینجا با هم حل بکنیم. این رو شروعش با من، حلش با شما، بعد آخر جمع‌بندیش با من. انتگرال رادیکال x2 به اضافه 9 به روی x2، همونطور که میبینید دوباره x2 به اضافه a2 داریم. x2 به اضافه a2 از روش احسن تانژانت میریم. همه برن به جای x بذارن 3 تا تانژانت تتا، بعد برمیگردیم با هم حلش میکنیم. خب اگه کاری که بهتون گفتم انجام داده باشید، یعنی x رو نوشتین 3 تا تانژانت تتا، از دو طرف اومدید دیفرانسیل گرفتید، دی x مساوی شده با 3 در 1 به اضافه تانژانت 2 تتا دی تتا. بریم جایگزین کنیم. رادیکال x2 به اضافه 9 یعنی 9 تا تانژانت 2 به اضافه 9 صورت یه دی x داریم. به جای دی x نوشتم 3 در 1 به اضافه تانژانت 2. باریکلا مخرج چی داریم؟ دوباره x2 یعنی 9 تا تانژانت 2. حالا زیر رادیکال طبق روال عادی انقدر این تکرار شده که من این تیکه‌شو دیگه براتون ننوشتم. حتما یه 9 زیر رادیکال فاکتور گرفتید، شده 9 در 1 به اضافه تانژانت 2. 1 به اضافه تانژانت 2 میشد 1 به روی کوسینوس 2. حالا داریم 9 به روی کوسینوس 2 میاریمش از زیر رادیکال بیرون. یعنی داریم توی صورت 3 به روی کوسینوس تتا در یه دونه 3 در 1 به اضافه تانژانت 2. نگاه می‌کنیم می‌بینیم آقا ما که داریم همه 1 به اضافه تانژانت 2 رو می‌نویسیم 1 رو کوسینوس 2، اینم می‌نویسیم. یعنی این 1 به اضافه تانژانت 2 رو می‌نویسم 1 به روی کوسینوس 2. باریکلا. پایینم 9 تا تانژانت 2 داریم. می‌بینیم همه دارن بر حسب کوسینوس میشن. اینم باز می‌کنیم. تانژانت 2 رو می‌نویسم سینوس 2 به روی کوسینوس 2. شروع می‌کنیم هر کیو می‌تونیم می‌زنیم. از عبارت منظورم البته. هر عبارتی در صورت و مخرج میتونیم با هم میزنیم بره. کوسینوس 2 میره 3 تا 9 صورت با 9 مخرج میره. آقا کلا هیچی نمیمونه تو صورت. تو مخرج چی میمونه؟ توی مخرج میمونه کوسینوس تتا در سینوس 2 تتا. این کل داشته ماست. حالا عبارت یه مقدار کوچولو موچولو شده. بریم ببینیم میتونیم انتگرالش رو بگیریم یا نه. خب اومدیم چیکار کردیم؟ ببینید توی قسمت قبل در مخرج مامون سینوس 2 تتا. خب 1 به روی سینوس 2 یادتونه میشد 1 به اضافه کوتانژانت 2. پس میام این 1 به روی سینوس 2 رو برمیدارم، به جاش میذارم 1 به اضافه تانژانت 2. چرا؟ میبینی الان. پس توی صورت دارم 1 به اضافه کوتانژانت 2، مخرجم دارم کوسینوس. حالا میام تفکیک میکنم. 1 به اضافه کوتانژانت 2 به روی کوسینوس میشه 1 رو کوسینوس. 1 رو کوسینوس میشه چی؟ سکانت. بله. به اضافه کوتانژانت هم می نویسم کوسینوس 2 به روی سینوس 2 که این کوسینوس 2 یکیش با مخرج میره. پس موند انتگرال سکانت تتا به اضافه صورت یکیش رفت کوسینوس تتا، مخرجم چی؟ سینوس 2 تتا. خب این رو برای اینکه قاطی نشه جدا جدا حساب میکنم. انتگرال سکانت رو اسمش میذارم 1، اینو توی خط حل میکنم، اون یکی هم 2، بعد با هم جمع میکنم. خیلی سوال نفسگیری داره میشه، ولی اینطوری کم کم احساس میکنیم که داریم انتگرال های خیلی سطح بالاتری رو حل میکنیم. پا به پای من بیاین، شما هم حتما میتونید اینا رو مستقل حل بکنید. خب شماره 1، انتگرال سکانت خیلی دیدیم. میبینید بهتون گفتم انتگرال گرفتن نیاز به تجربه داره. تجربت که میره بالا، انتگرال سکانت رو انقدر استفاده کردی که الان میتونی خیلی سریع بگی انتگرالش چی میشه. انتگرال سکانت میشد ln سکانت به اضافه تانژانت. پس انتگرال اولی رو حساب کرد. بریم سراغ دومی، انتگرال کوسینوس به روی سینوس 2. اینو چطوری حل بکنم؟ کافی سینوس تتا رو بگیریم یو. کدوم مدله؟ همون مدلی که یه سینوس یه کوسینوس، یکی توان داره یکی توان نداره. قرارمون چی بود؟ اونی که توان داره رو بگیریم یو. خب همین اتفاق افتاده. سینوس تتا رو اگه بگیرم یو، کوسینوس تتا دی تتا میشه دی یو. یه جایگزینی میکنم میشه انتگرال دی یو به روی یو 2. این که دیگه خوراکمونه. یو 2 میشه یو به توان منفی 2، یه دونه بیشتر رو یه دونه بیشتر میشه منفی 1 یو به اضافه سی. به جای یو هم میذارم سینوس تتا. خب انتگرال اولی شد ln سکانت به اضافه تانژانت، دومی شد منفی 1 به روی سینوس تتا. این دوتا باید با هم
جمع بشه. حاصل انتگرالمون بر حسب تتا شدیم. حالا میخوایم تتا رو از بین ببریم. خیلی تتا از بین بردیم دیگه، میدونم اون ترس اولیه رو براتون نداره. ما تانژانت تتا رو گرفته بودیم x سوم، پس مقابل x مجاور 3. یه فیثاغورس وتر رو در میارم، پس سکانت میشه عکس کوسینوس، یعنی به جایی که بشه مجاور به وتر میشه وتر به مجاور. میبینید نوشتیم اونجا به اضافه تانژانت تتا هم که خودم گرفته بودم x سوم، پس به اضافه x سوم. خیلی هم خوب. منهای یک سینوسومه که سینوس هم باز میشه مقابل به وتر، که این چون برعکسشه میشه وتر به مقابل. من کلا به شما تا اینجا در تغییر متغیر مثلثاتی چی گفتم؟ 3 تا رابطه بهتون یاد دادم. هر 3 تاش رو ازش به تعداد زیادی مثال حل کردم. تقریبا میتونم بگم تغییر متغیر مثلثاتی هر چی بیاد یکی این مدلایی که بهتون گفتم. فقط یه مدل خلاقانه دیگه وجود داره که حیف ما تا اینجا تغییر متغیر مثلثاتی گفتیم اینو نگیم. این رو هم بهتون میگم تا دیگه پرونده تغییر متغیر مثلثاتی بسته بشه.